عجیب ترین کوه جهان که هیچ انسانی تا حالا بهش صعود نکرده. اسمش کایلاشه. بین چین و هنده و یه مکان خیلی مقدس واسه آیینای مختلفه. جوری که حتی هندوها میگن خدای شیوا اینجا زندگی میکنه. اما چی اینقدر خاصش کرده؟ تا الان همه تلاشا برای فتح این کوه شکست خورده. حتی تجهیزات هواپیمایی که بالاش پرواز میکنن از کار میفته و قطب‌نماها تو جهات مختلف میچرخن. یه دانشمند روسی میگه تقارن شکل و اندازه کایلاش اونقدر عالیه که به نظر نمیرسه یه پدیده طبیعی باشه و مثل اهرام مصر موقعیت جغرافیایی خاصی داره. این کوه مرکز جهانه. یکی دیگه از واقعیت‌های برگریزون کایلاش سفر در زمانه. کوهنوردایی که از خط ممنوع عبور کردن چند دهه پیری رو تجربه کردن و همشون هم بعد یه سال جونشون رو از دست دادن. بر اساس متون مقدس اگه کسی دور این کوه مقدس بچرخه گناهاش پاک میشه. اما جالب ترین قسمتش اینه که هر سال با نشستن برف بین شکاف‌های کوه نماد صدای اوم رو شکل میگیره. اگه از یکی که مدیتیشن میکنه بپرسی بهت میگه که اوم همون صدای کیهانه. خدای این هندیا حتی کوه‌هاشون هم عجیبه.